سلام دوستان عزیز، امروز با شما هستیم با یک ویدیوی آموزشی دیگه. امروز میخوام بهتون آموزش بدم چجوری توی خونه با ابزار خیلی ساده یک کوره قوی گازی بسازید که انواع سنگ ها، فلزات و غیره رو بتونید توی این با کمترین زمان ممکن ذوب کنید. و میخوام بهتون آموزش بدم که ببینید تو این کوره من فایرسی هم انجام میدم. تو همین کوره اصلا نمیخواد که کوره فایرسی دو قلو داشته باشید. میتونید با همین شما فایرسی هم انجام بدید. یه ویدیو دیگه واسهتون درست میکنم که چجوری تو این کوره من فایرسی هم به خوبی انجام میدم. اولتر از همه شما به چند ابزار نیاز دارید. اولین چیزی که شما نیاز دارید یک دمنده هست. این دمنده من دوستان عزیز 2 اینچه. این دمنده من 2 اینچه دوستان عزیز. شاید دوستان عزیز بگید که چرا با این لوله داری اشاره میکنی، چرا با دست اشاره نمیکنی؟ دوستان عزیز به خاطر اینکه یه دستم دوربین فیلمبرداری هست، دست دیگم نمیرسه که من اشاره کنم. با این لوله اشاره میکنم، خدا کنه که دوستان سوء تفاهم واسه شون پیش نیاد. خب اولتر از همه این دمنده رو که تهیه کردید، این دمنده رو میتونید از فروشگاه های لوازم و ابزار صنعتی تهیه کنید. حالا بسته به مشغلتون میتونید اینو تهیه کنید، ولی من این 2 اینچو که گرفتم خیلی جواب مطلوبی از این گرفتم. شما کوشش کنید که 1-2 اینچ بگیرید. بعد شما اینجا همونطور که میبینید من یک ورق گالمانیزه شده رو اینجا به این لوله نیم اینچ متصل کردم و سر این لوله قیف مانند رو به این متصل کردم. دوستان این جوش داده نیست، این هر وقت که بخواید میتونید. من اینجوری درست کردم که دمنده رو جدا کنم و مشعل رو جدا کنم. کلا مشعل سیاره دوستان عزیز، من اینجوری اینو طراحی کردم و خیلی نتیجه خوبی داده این. بعد اینکه این قسمت مخروطی شکل رو با ورق گالمانیزه شده شما درست کردید، دوستان یه چیزی هم بهتون بگم که اگر نمیتونید اینجوری اینو مخلوطی کنید، شما میتونید به همین فروشگاه هایی که تعمیرگاه هایی که کانال کولر درست میکنن، اینو واسهتون درست میکنه. بعد شما میاید این قسمت رو به این لوله نیم اینچ جوش میدید. دوستان عزیز توجه داشته باشید که اینجا چون این ورق گالمانیزه شده است، با این لوله چدنی جوش ور نمیداره، پس باید شما از جوش برنجی استفاده کنید. دقت کنید دوستان، جوش برنجی اینجا میخواد. اینجا رو جوش برنجی میدید. بعد که این قسمت تموم شد، شما به یک شیر هوا که شاید دیده باشید که به لوله گاز تو خونه وصله نیاز دارید. به این شیر هوا نیاز دارید. دوستان دقت داشته باشید، شیر هوا رو طوری ببندید که هوا از این بر شیر رو که وا میکنید داخل بشه، ولی وقتی که اینو میبندید هوا از این بر نیاد داخل دمنده. دقت داشته باشید، این نکته خیلی نکته مهمیه. شاید بعضی دوستان با خودشون بگن که چرا آقا این شیر رو دادی، این شیر اصلا لازم نیست، خود دمنده هوا رو کم و زیاد میکنه. نه دوستان، من به شما اول ویدیو هم یادآوری کردم که من این مشعل و این کوره رو با آزمون و خطا ساختم. شما وقتی اینو میذاری واسه فایرسی خیلی به دردت میخوره. شما از اینجا هوا رو زیاد میکنی، گاز رو کم میکنی و نتیجه مطلوب رو از فایرسی خودت میگیری.
واسه ذوبم خیلی کارآمدی داره دوستان عزیز. حتما این شیر رو شما هم بذارید. بعد از این که شیر رو وصل کردید، اینجا یه صدهن میزنید واسه این که گاز از اینجا بیاد به داخل مشعل و از این قسمت هوا میاد. وقتی گاز از اینجا داخل میشه، این هوایی که از اینجا میاد، این اکسیژنی که از اینجا میاد، گاز رو با خودش میبره رو به طرف خود کوره و فشار گاز رو زیاد میکنه و اکسیژن با گاز مخلوط میشه که قدرت شعله رو بسیار زیاد میکنه عزیزان دل. خب بعد اینکه این قسمت رو وصل کردید، شما به یک لوله به اندازه 70 سانت نیاز دارید. دوستان شاید بگید چرا این صدهن رو این نزدیکتر نزدی؟ من نزدیکتر زدم دوستان، ولی لوله داغ میشه این قسمتاش. وقتی داغ میشه، چون شما اینجا شلنگ پلاستیکی وصل کردی، این شلنگ پلاستیکی خطر ایجاد میکنه. وقتی لوله داغ بشه امکان ذوب شدن این هست و امکان آتش سوزی هست. من اینو دورتر وصل کردم، شما میتونی یکم نزدیکتر هم وصل کنید تا جایی که ببینی لوله داغ نمیشه. من تا اینجا وصل کردم دیگه لوله هیچ اصلا داغ نمیشه. تا به این قسمت داغی حرارت به اینجا نمیرسه، پس ایمنه راحت من با این کار میکنم. همونطور که میبینید توی کارگاه هم هست، من توی کارگاه با این کار میکنم. کارگاه من توی خونه هم هست اتفاقا و صدای اینم خوبه. خب دوستان عزیز، شما بعد این که مشعل رو اینجوری ساختی، میاید واسه ساخت خود بدنه کوره. من دوستان اومدم یک لوله‌ای که همونطور که میبینید ضخامتش 8 میل هست، اینو رفتم از همین ضایعاتی ها گرفتم، برشش دادم، زیرشو یک ورق دیگه اندازه خودش همون 8 میل زیرشو اینجا جوشکاری کردم با دقت. بعد این که این کارو کردم، اینجا رو دادم یک سوراخ زده به اندازه همین لوله دوستان. یکم بزرگتر باشه که لوله‌تون داخل بره، داخل این سوراخ بره دوستان عزیز. وقتی این کارو کردید دیگه این کورتون آماده است. فقط یه چیز میمونه که اونم درشه دوستان عزیز. من اومدم اینجا یک آجر نسوز گرفتم، اینجا واسه 2 دسته درست کردم. یه دستش خیلی وقت میشه که افتاده، خراب شده و یه سوراخ زدم. این سوراخ دوستان حتمیه، اینو باید بزنید، چون که یک اندازه از آتیش کوره باید بیرون بزنه دوستان عزیز. اگه این کارو نکنید کوره منفجر میشه، یعنی هوا حبس که باشه، راهی برای بیرون شدن نداشته باشه، کوره منفجر میشه. این کار رو حتما بکنید. من این سوراخ رو که زدم، این سوراخ واسه صدای کوره خیلی تاثیر خوبی داره دوستان عزیز. این هرچی سوراخ مناسب تر باشه، صدای کوره کمتر میشه. اینو دقت داشته باشید. من اینو بذارم روی کوره، بذارم اینجوری دوستان، این روی کوره قرار میگیره و آتیش از این قسمتش میزنه بیرون، از این قسمت میزنه بیرون و قدرت کوره رو 2 چندان میکنه. یه چیز دیگه که دوستان میخواست از یادم بره اینه که حتما دوستان اگه میخواین عمر کورتون زیاد باشه، قدرت کوره زیاد باشه، از این پشمای نسوز حتما استفاده کنید. خیلی خوبه دوستان عزیز. من اول ویدیو هم یادآوری کردم که این کوره رو با آزمون و خطا ساختم. این کوره رو که شما میبینید من ساختم، اینو از سمت نسوز ساختم، ولی قدرتش کم بود.
من با خودم گفتم چرا قدرت این کم باشه، این که فضای داخلیش هم کوچیکه. اما دوستان به یک نتیجه رسیدم که اونم این پشم نسوز بود. این پشم نسوز یا پتوی نسوز رو من اضافه کردم به این و بازدهی این از 80 اومد روی 100. یعنی دوستان این مس رو زیر 5 دقیقه مس خالص رو ذوب میکنه. کانی مس رو زیر 30 دقیقه با فلاکس مناسب ذوب میکنه، خیلی قشنگ روون میکنه. هر فلزی که داشته باشه شما میتونید بگیرید. فایرسی تو این خیلی راحت دوستان عزیز. من یک ویدیو دیگه واسهتون میسازم که تو اون بهتون آموزش میدم چجوری تو این کوره فایرسی انجام بدید، خودتون سنگتون رو به بهترین شکل ممکن تست کنید و نتیجه مثبت رو ازش بگیرید توی خونه. دوستان عزیز این خیلی یک مزیت بزرگیه. اگه اجازه بدین من دوربین رو جا بذارم تا کوره رو روشن کنم تا ببینید که کوره چجوریه. خب من این دوربین رو اینجا بذارم. اول دوستان عزیز توجه داشته باشید که اول شیر رو ببندید جلوی هوا، بعد گاز رو باز کنید، بعد هوا رو به روی مشعل رها کنید، بعداً یعنی دمنده رو روشن کنید که من این کار میکنم، شما هم ببینید که چجوریه مراحل کار. همونطور که دوستان میبینید کوره روشن شد و زیر چند ثانیه کوره سرخ شد. این هم کارکرد کوره است که خواستم واسه تون نشون بدم. من این درب کوره رو بذارم. کلن اصلا دوستان میتونید ببینید که صدای کوره هیچی شد. ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.